بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه ما شما رابطه خطوط در یک دایره اینمی شکل صحیح میکنیم که در اینمی شکل کدام خط مستقیم خطا که اینمی جا رسم شده اینمی که دیگر چی رابطه داره که اینمی دایره چی رابطه داره خط مستقیم AB و خط مستقیم PD و خط مستقیم PT. اینمی درس ما شما خوانده بودیم که اینمی خط تقریبا مماس است که اینمی دایره و اینمی خط اینمی دایره را در دو نقاط خطا کردن یا از اینمی از نقطه C تا D وتر هم شمار میشه. خط مستقیم AB هم وتر است. اینمی رابطه که یک دیگر اینمی دارند. اینجا یک تعریف کرده که در یک شکل هندسی نمو اجزای خطوط که یک دیگر یک روابط داره نمو فاصله ایشان نمو مثلا نمو خطوط را نمو چی میگن؟ بنامی مستقیم خط یا مثلا نمو کشیدن یا نمو خطوط بنامی نمو یاد میشن. یا مثلا که یک دیگر رابطه داره و بنامی رابطه یاد میشه که نمو خطوط که یک دیگر رابطه داره و نمو یاد میشن. اینمی گفته که یک شکل است، یک شکل شما رسم بکنی، یک فعالیت برای ما شما داده که شما یک نقطه پی را ترسیم بکنی بیرون از دایره و اونمو را مثلا اونمو یک دایره رسم بکنی که COR یعنی مرکزشان O باشه و شعاعشان R باشه و اینمی نقطه بیرون از دایره واقع باشه و اینمی طور که PAB و PCD قطع اونمو خطوط را هم ترسیم بکنی. اینمی طور نقطه A در D و B که C وصل بکنی و اینمی طور PAD مثلث و PCD مثلث که یک دیگر مشابه هستند یا نیستند اونها را معلوم بکنی و اینمی نسبتهای تشابه را به دست بیاوریم. یک قضیه گفته، یک قضیه آمده که اگر در یک دایره یک نقطه بیرونی که از اونمون نقطه دو مستقیم خط با اونمون دایره رسم شده باشه و اینمی دو مستقیم خط که یک دیگر و یک خط اونمون ضرب حاصلشان مساوی باشه که خط مستقیم ضرب حاصل شدن و دیگر مستقیم خط رابطه داره. مثلا PA مستقیم خط ضرب PB مستقیم خط مساوی باشه که PC مستقیم خط ضرب PD مستقیم خط. اینمی یک شکل ما شما رسم کردیم در فعالیت گفتیم که یک نقطه بیرون از دایره ترسیم میکنیم، معلوم میکنیم. بعد از او ما شما دو مستقیم خط را ترسیم میکنیم در اینمی دایره که یک به نام PAB و دوم خط PCB مستقیم خط ما شما داریم. اینمی باز PAD یک مثلث ترسیم شد. اینمی طور PCB یک مثلث اینمی است. اینمی مثلث که یک دیگر کدام روابط دارند؟ آیا از دو مثلث که یک دیگر مشابه هستند؟ تشابه حالت داره یا نداره؟ اینمی جمع شما پیش معلوم گفتیم که PA ضرب PB ضرب اینمی مستقیم خط باید که یک دیگر مساوی باشه. PC ضرب PD اینمی حصه ضرب کلگی مستقیم خط و اینمی حصه ضرب کلگی مستقیم خط. اینمی دو تا که یک دیگر مساوی هستند. خب اینمی مساوی شد دیگه ما شما میگیم دیگه تقریبا حالتها را صحیح میکنیم. اینمی جان
گفته که دی زاویه مساوی می باشه کتی بی زاویه. دی زاویه کجاست؟ این مساوی است کتی بی زاویه. چرا مساوی است اینمی دو تا زاویه؟ اینمی به اینمی وجه مساوی هستند که اینمی ای زاویه که مقابلشان اینمی قوس میآید و اینمی دی زاویه هم به اینمی قوس مقابلشان میآید. خو اینمی که این قوس پیش رویشان آمد و در محیط زاویه هستند، دو تا محیط زاویه هستند و اینمی قوس پیش رویشان آمد دیگه اینمی خود دو تا مساوی شد. اینمی دو تا زاویه بی زاویه مساوی کتی دی زاویه. اینمی تر پی زاویه مساوی کتی پی زاویه. چرا مساوی؟ چرا که مشترک است. در اینمی دو تا مثلث اینمی زاویه مشترک است. خب که اینمی هم مساوی شد، اینمی دو تا زاویه اینمی هم مساوی شد. پس ما و شما گفته می‌دانیم که ای زاویه مساوی می‌باشه کتی سی زاویه. در دو مثلث اگر دو زاویه که یک دیگر مساوی می‌باشه سوم مساوی می‌باشه. خب پس من طرف اینمی جا گفته که PAD مثلث اینمی مثلث و PCB مثلث اینمی مثلثا دو تا که یک دیگر مشابه هستند. خب که اینمی دو تا مشابه شدن ما شما نوشته کردیم دادیم که PCB مثلث مشابه است که PAD مثلث اینمی دو تا مثلثا که یک دیگر مشابه هستند. خب که اینمی مشابه شدن پس ما شما اینمی جا چی آورده میتونیم؟ اینمی تناسبشان آورده میتونیم. PA تقسیم بر PC اینمی حصه تقسیم بر اینمی حصه مساوی می باشه. PD مستقیم خط تقسیم بر کدام PB بر اینمی مستقیم خط. خب اینمی که اول به دست آوردیم پس ما شما اینمی را طرفین ضرب وسطین میکنیم. اینمی دو تا طرفین وسطن PA ضرب PB مساوی می باشه که PC ضرب PD. اینمی حالت پس ما شما به دست آوردیم از مشابهتشان که دو تا مثلثا که یک دیگر تشابه هستند مشابه هستند. پس اینمی حالت ما شما به دست آوردیم. خب اینمی جا پس ما شما میایم طرف یک مثال. در یک مثال گفته که در اینمی شکل PA مستقیم خط و PB مستقیم خط دو تا مستقیم خط داریم و اینمی نقطه‌ایشان بیرون از دایره هستند به نام P1 میشن. خب اینمی دو تا قاطع هستند، دو تا مستقیم خط قاطع هستند. اینمی دایره را قطع کرده در AC نقطه و در BD نقطه اینمی را قطع کرده اینمی دایره را. خب بعد گفته که اگر PA مساوی باشند اینمی مستقیم خط با 10 سانتی متر و PC مساوی باشند با 6 سانتی متر. کل اینمی مستقیم خط PA مستقیم خط 10 سانتی متر است و اینمی فاصله 6 سانتی متر است PC و اینمی طور PD مستقیم خط 4 سانتی متر است. اگر اینمی طور باشه پس شما چی پیدا کنید؟ PB را پیدا کنید، کل مستقیم خط را پیدا کنید و BD مستقیم خط را اینمی را پیدا کنید. کل مستقیم خط را پیدا کنید و اینمی ساحه را شما پیدا کنید که چند سانتی متر است. خب میایم طرف حل کردن. ما شما گفته بودیم که PA ضرب PC کل مستقیم خط ضرب اینمی حصه و اینمی تو PB ضرب PD اینمی حالت ما شما داریم. میایم اینمی قیمتایش وضع میکنیم. قیمتایی که اینمی مستقیم خطا دارن اینمی را وضع میکنیم. PA چند است؟ PA ما شما گفته بود که 10 سانتی متر. اینمی 10 سانتی متر وضع میکنیم. ضرب PC 6 سانتی متر است. یعنی 6 سانتی متر وضع کردیم مساوی. PB بر ما شما معلوم نیست. اینمی گفته که شما پیدا بکنیم. PB را که ما شما پیدا میکنیم ضرب PD بر ما شما گفته بود که 4 سانتی متر است. خود ضرب اینمی در اینمی سه حالت ما شما پیدا کردیم. حصه یا چهارم برای ما شما معلوم نیست. 10 ضرب 6 60 سانتی متر ضرب 4 ضرب PD 4 ضرب PD میشه. ما شما تنها PD را کار داریم.
انمی را برای 4 تقسیم میکنیم، انمی را هر طرف 4 تقسیم میکنیم. 4 تقسیم کنیم، خلاص تنها پی بی میمانه و 60 را اگر ما شما به 4 تقسیم بکنیم 15 سانتی متر به دست میاد. انمی معلوم شد که این پی بی مساوی به 15 سانتی متر. خب انمی حساب مکمل مستقیم خط معلوم شد 15 سانتی متر است و انمی حصه هم 4 سانتی متر است. پس ما شما از کل مستقیم خط انمی حصه را تفریق میکنیم. انمی را تفریق کردیم از 15 که 4 تفریق بکنیم چند میمانه؟ 11 سانتی متر. انمی حصه چند میمانه؟ 11 سانتی متر. یعنی دی بی مساوی است بی دی مساوی است یا دی بی مساوی است پی بی را از کلگی انمی حصه را تفریق میکنیم، پی دی را تفریق میکنیم. دی بی مساوی باشه 15 منفی 4 دی بی مساوی به 11 سانتی متر مساوی باشه. پس ما شما گفته میتونیم که انمی را اگر یک نقطه بیرون از دایره واقع باشه و اونمو قطعات یا اونمو مستقیم خطا که اونمو دایره را قطع کرده ضرب حاصلشان اونمو قطعه چوچه که اونمو را که دیگر ضرب میکنیم و دو مستقیم خطا اونمو چوچه هایشان که دیگر ضرب میکنیم اونمو حاصلشان که دیگر مساوی میباشه. انمی تو مساوی میباشه که دیگر. خب انمی شکل ها شما ببینید و نمره انمی جای قیمت های اکسترا شما با پیدا بکنید.